سلام عزیز، دوامی همون چی نماز تهجد در آیات دوامش میگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نصفه او انقض منه قلیلا، یعنی که نصف همون شب میگه گیر یا که همون نیم شب با کمیش رو گیر. چگونه مثال همون نیم شب مثال میخزین شما 1 ساعت میتونید نصف هم 1 ساعت شد نماز خونید، اگر نمیتونید با هم 1 ساعت نیم تکنید میگه نیم شب بگیرید یا که خمش رو میگه نصفه او انقض یا که نیم همون شب میگه یا همون نیم شب رو کم کنید، مثل که عبادت برای عبادتتون کم وقت انتخاب کنید، مثل نیم ساعت 1 ساعت نیم ساعت. بعد در آیات دومش میگه که اعوذ بالله من الشیطان او زید علیه و رتل القرآن ترتیلا. صدق الله. یا که بگه درمون میگه زیادت میشه کنید در دوام میشه شما 1 ساعت هم میشه میخوای عبادت کنید میشه که نیم ساعتش نماز بخونید، نیم دیگه شو چیکار کنید قرآن تلاوت کنید، یا که میشه که بود درمون 1 ساعت نیم ساعت دیگه علاوه کنید برای تلاوت قرآن. یعنی که شب ما میتونیم که خیلی میخواد تقسیم کنیم، مثلا 1 نیم ساعت مثلا میخزیم با نیتی که 1 نیم ساعت میخزیم عبادت میکنیم، 1 ساعت نماز نیم ساعت تلاوت قرآن، یا که نیم ساعت نماز 1 ساعت تلاوت قرآن. یعنی که این به همون قوه انسان وابستگی دارد. انسانی است که فقط نماز خوانده میتونه، نماز هم میخونه، قرآن نمیتونی خونده یا که قوت نمیرسد با که نداره نماز هم میخونی برین و راحت میکنه. اگر که بو کسی که اگر تو نکی نماز خونده بو قرآن خونه بو اینا مثال قرآن هم میخونه خوب است. اینجا در این آیت قرآن گفتگی که در اول آیت که خیز یک قسمش کمی شب رو بو در آیت دوم میگه خیز بو میشه که همون چی میگن نیمش اگر با تقسیم کردگی بو در آیت دومش میگه که یکی زیاد کن در مخ شبت بو تلاوت قرآن شب رو زیادت میگردانیم بو یوری تلاوت قرآن. دیدیم که مثال آیت های قرآنی با ما خبر میده که قدرت و توانایی تانی مثال خیست نماز فقط خانم یا کمی شب رو تانی مثال بو از همون کم بو نیمی کم شد مثال کن اگر بو خوی دمو زیاد بگردم با یاری تلاوت قرآن مثال آیت قرآن تلاوت کن تا اینکه شبت با مثال خوی که زیادتی کنی عبادتت رو. یعنی که ببینید هر یک انسان مثال میگن که تجربه 5 برابر نیست، در همین عبادت هم همه انسان ها قوتشون خیلی نمیرسد، نه که قوه انسان با یاری به قوت کردن ایمان میرسد. انسان اگر که به قوت باشد ایمانش کو میتونه که هم نماز خواند هم چی تلاوت قرآن کند، مثل قرآن خونده تواند. قرآن اگر چی میگن بلد باشه گفت ایرانی که خونده تواند، نه قرآن خونده نتواند کسی از ما فقط میخیزد همون شب نماز میخواند و این دعا میکنند از الله تعالی ویتر وجب باید میسفته که در آخر میخواند نمازش همون انجام یابد. یکی به شما فهموندم مثل آیات از اول شفتگی است که ای پیغمبر بیخی میگه نه شب رو یک قسمش رو میگه و میگه که کمی از شب رو و میگه که اگر خواهی زیاد کن دمای با قرآن تلاوت کن. لیکن رتیل قرآن ترتیل معنیش که قرآن و به خطا آیسته و به چی میگن سراسیمگی بخوام اینجا نسبتی قرآن تلاوت کردنش در درون نماز میخونیم یا که بیرون از نماز میخونیم باید قرآن باید که چقدر باید که با آرامی باید خونیم. بله من همین آیت هایی که در مورد شبی چی میگن سیاک شب مورد چی میکنند می آموزانند برای نماز در سیاک شب گذاشتن. خب زنده سلامت خدا سبحان باشید. لایک و پسیسه فرموش